درود خدمت شما بینندگان محترم. دانیال هستم. امیدوارم که حال همه شما عزیزان خوب باشه. با برنامه گام بعدی در خدمت شما عزیزان هستیم با خواهر لوئیز عزیز. خواهر لوئیز، باعث افتخاره که در کنار شما میتونم این خدمت رو انجام بدم. در خدمتتون هستیم. اگر عرض سلامی دارید خدمت بینندگان بفرمایید. ممنونم دانیال جان. منم خیلی خوشحالم حقیقتش با شما عزیزی در کنار شما هستم. خدمت بینندگان عزیز وقتتون بخیر. سلام بسیار گرم و شیرین از طرف ما به شما. خوشحالیم که وقت گرانبهاتون رو دادید و در کنار تلویزیوناتون نشستید و با ما همراه هستید. ممنونم. امیدوارم مطلبی هم که صحبت میکنیم جلب توجه بینندگان عزیز باعث برکتشون بشه. و همینطور من که توی هر قسمت که در رابطه با موضوع با شما صحبت میکنم شخصا باعث اینو جدی میگم که باعث برکت خود من هست. امروز میخوام به مبحث عادتهای خوب بپردازیم. میخوام با این سوال شروع بکنم لوئیز جان که چطور میتونیم این عادتهای خوب رو ما پرورششون بدیم، توسعه بدیم، پرورششون بدیم در خودمون، در ایمانمون بتونیم که این عادتهای خوب رو پرورش بدیم. بله، البته اولین جایی که خودش رو در واقع نشون میده تو خونه است. خانواده نقش خیلی بزرگی داره در تشکیل، توسعه یا عدم توسعه عادتهای خوب. همیشه هم ما میگیم در مورد انسان ها همه چیز نسبیه، هیچ چیزی مطلق نیست. من اینو تکرار میکنم که یه فرمول صادر نشه برای همه چی، بگیم که نه برای هر انسانی به وضعیت همون انسان شاید یک فرمول وجود داشته باشه. و در مورد خانواده گفتیم چون شروع تولد انسان وقتی به دنیا میاد بین 18 تا 21 سال طول میکشه تا مغزش رشد کنه و در این فاصله هر نمونه‌ای که در مقابل بچه گذاشته میشه مطابق همون بچه رشد میکنه و شکل میگیره. حتی حالتهای صورت، حرکت بدن، عکس‌العمل‌ها، عادت‌ها، هر مدل مادر یا پدر مسواک حتی میزنن بچه همون مدلی یاد میگیره. یا تکیه کلام‌ها، عادت‌ها، تعارف‌ها. مخصوصا ما ایرانی‌ها خیلی همه چی رو به ضرب المثل و با تعارف‌ها این مسئله رو به اصطلاح مطلب رو میرسونیم. بچه‌ها اینطوری یاد میگیرن. من یه پسر بچه‌ای رو چند وقت پیش در یه جایی بودیم، بابا که میخواست بلند شه گفت چی، یه زوری زد گفت یا الله، بعد بلند شد. بچه 5-6 سالش بیشتر نبود، اونم که میخواست بلند شه بدون این که معنی این حرفا حتی بدونه، خودش هم همینو گفت. و اصلا این برای من خیلی جالب بود که چطور بچه به خاطر دیدنه، به خاطر شنیدنه و این تو خونه خیلی انجام میشه. اولین جایی که ما شناخت از خودمون، از محیطمون، از مردم پیدا میکنیم تو خونه است. خانواده اولین جاییه که چون شناخت در رابطه خودش رو بروز میده. رابطه‌ای که هست اونجا شناخت رو از همدیگه تقویت میکنه یا اینکه چیزهایی رو ایجاد میکنه که صد ایجاد میکنیم نمیخوایم اون رو. در هر حال هر دو در خانواده صورت میگیره و همونطور که گفتم بین 18 تا 21 سال مغز یک انسان تکمیل میشه و در طول این تجارب هست که اون میزان مدارهای مغزی، شیارهای مغزی، اون سیناپس‌های مغزی رو در واقع عمقش رو بنا به سن ما به اصطلاح رشد میکنیم و یاد میگیریم. کم و بیش در بچه‌ها هست، بعضیا سست‌تر، بعضیا دیرتر و در هر حال خانواده نقش داره در رشد فکری، در بلوغ، در حتی کنترل احساسات یا بیان احساسات. نقش بزرگی داره که اونی که هستیم در واقع به مرور دیده میشیم و این فکر بچه از صداش شنیده نمیشه یا نمیدونم بیخیال اون حالیش نیست، متوجه نمیشه و بعد جلوی بچه گاهی وقتا صحبت‌هایی میکنیم، حرفایی میزنیم، مسائل مهم رو مطرح میکنیم که مناسب سن نیست و این بچه برداشتی که میکنه برداشتی نیست که ما به اصطلاح داریم از اون مطلب، به خاطر اینکه شیارهای مغزی هنوز رشد نکرده. در حال خیلی باید مواظب این مسئله باشیم. نقش خانواده خیلی مهمه در شکل‌گیری افراد و اینو بگم که خدا ما رو برای محبت طراحی کرده. ما ترس و خشم، نگرانی، فحش اینا رو یاد میگیریم و این تو خانواده است. شروعش تا خانواده است. وقتی به یه سنی میرسه وارد مدرسه که میشن، یه سری هم تو مدرسه یاد میگیرن، در محیط کار، در دوستا، در هر حال این همینجور ادامه داره. این به نظر من خیلی خیلی موضوع مهمیه،
چرا؟ من فکر میکنم که چون از لحاظ تاریخی از لحاظ فرهنگی وقتی که به گذشته نگاه میکنیم این خیلی توی نمونه هایی که ما داریم پدر بزرگ مادر بزرگ همینجوری نسل به نسل پشت سر ما این همینطوری به ما رسیده و حالا جامعه‌ای که تازه جامعه مسیحی تازه ایمان آورده نوپای این ایمان درست از قبل بوده ولی این روندی که داره پیش میره به تازگی و دوباره مردم دارن به مسیح ایمان میارن این خیلی به ما کمک میکنه که به این فکر فرو بریم که در گذشته ما چه بک‌گراندی داشتیم با چه فرهنگ و چه تاریخی هستیم بتونیم نمونه های خوبی باشیم حالا اینو شما توی خانواده بستر خانواده توی جامعه بتونیم نمونه خوبی باشیم که ما چطور زندگی میکنیم حالا به عنوان یک کسی که تازه مسیحی شده ایمان آورده داره چطور این مسیر میره جلو و نمونه خوبی به جا بذاره برای نسل‌های آینده چه برای بچه‌مون چه برای توی خانواده وقتی داریم برای نسل آینده این جامعه نوپای مسیحی ایرانی چه اثراتی چه نمونه خوبی میتونه به جا بذاره برای نسل‌های و برای بچه‌های ما برای نسل‌های آینده. دقیقاً مطلب جالبی رو اشاره کردید به این مسئله که چقدر تاثیر داره اینها در شکل‌گیری شخصیت یک فرد و همونطور که گفتم ما برای محبت طراحی شدیم اون ساختار اصلی ما رو محبته وقتی هم که در تولد تازه وقتی ایمان میاریم کاری که تولد تازه میکنه اون چیزی رو که به عنوان خشم، عصبانیت، نگرانی، تشویش به مرور بر اساس تجارب زندگی یا نمونه تصویری که گرفتیم این اضافه شده چون از 18 ماهگی شخص اون بچه نسبت به خود آگاه میشه میبینید بعضی بچه‌ها انگشتشون رو اینجوری چیز میگه به دستشون نگاه میکنن یا یه اسباب بازی رو با اونور میرن از 18 ماهگیه که خود و محیط آگاهی میان و یواش یواش اون من خودش رو رشد میده و این تو خانواده شکل میگیره بزرگتر که میشه در جامعه و تاریخ نمونه های تاریخی که تایید میکنه این مسئله رو که چقدر به اصطلاح شناخت و تشکیل یک الگوهای رفتاری درست مهمه در شکل‌گیری شخصیت فرد. ما خیلی از اینهایی که علاوه بر گفتم محبت رو یاد در ما گذاشته شده است مثل یک کامپیوتری که تازه می‌خریم یه سری برنامه از قبل توش گذاشته شده است. فکر کنید ما به دنیا میایم اون دیفالت که میگن یه چیزی که به شکل بنیادی هست محبت در ما گذاشته شده چون ذات خدا محبته بشه به خدا آفریدش بعد چیزهای دیگه یاد میگیریم اغلب این چیزهایی هم که یاد میگیریم ریشش به اصطلاح نمونه هایی که از پدر مادر میگیریم اگر پدر مادر تو خانواده انسان اون بچه که داره رشد میکنه نتونه احساساتش رو بیان کنه خیلی از این استیصال، نگرانی، خشمای توجیه نشده اینا برمیگرده به این که احساسات درست بیان نشده احساسات در کانال درست نرفته ما پدر مادر یا اطرافیان نتونستیم یک بچه رو یادش بدیم چطور احساسات رو بیان کنه چطور احساسات رو درست بیان کنه وقتی که این درست انجام نمیشه خشم غیرقابل توجیه داره نگرانی رو از صورت مادر میگیره ترس رو از صورت مادر میگیره خشم رو از پدر مادر میگیره در هر حال یه سری عادتها میاد اضافه میشه به اون دیفالتو که گفتم بنیادی که به محبته یه جورایی محبت هی پس زده میشه هی پس چون فرصت نداره من یکی از روش‌هایی که اغلب به مادرام پدرام میگم که از بچگی احساسات رو شناخت احساسات رو به بچه‌ها یاد بدید اگه شده یه آینه بگید بچه اون لحظه خشمگینه شما یه آینه بگید جلوش بگو نگاه کن یه قیافه خشمگین به این میگن عصبانیت این اسمش خشمه یا اگه داره قاقا میخنده با بچه دارید میخندید این خوبه این شادیه و بعد آیاتی مثل مزمور 16 میگه که در حضور تو کمال خوشیه و برمیگردیم میبینیم ببین ما تو حضور خدا هم اینجوری ما میخندیم در حضور خدا میبینیم یه چیزایی که از هر چیزی استفاده میکنیم هم در شناخت احساسات یاد دادن احساسات هم نحوه این که چطور احساسات رو کنترل کنیم به بچه با تون خیلی
پایین، لزومی هم نداره صدا رو ببریم بالا. من یادمه پسرمون وقتی که میخواست اتاقش رو چیز کنه خیلی بهانه می آورد، من خستم و گریه من میگفتم ببین تا این مرتب نشه، میگفتم نمیشه. این هی میگفتم نمیشه. من میگفتم خب من میکنم اینو برات، ولی از پول تو جیبت کم میکنم. و خب برای یه چیزی داره پول جمع میکنه و من واقعا اتاقشو مرتب میکردم، یه چیز بهش میگفتم که خیلی خب اینقدر پول تو جیبت کم شد. این حس، این که مسئله پاداش، مسئله این که ارزش داره، این هی درش تشویق میکردم. و مسئله خشم رو میگفتم که تا وقتی اگه یه چیزی رو با عصبانیت به خواهرش میگفت یا اینکه با ما به چیز، میگفتم هر وقت که آروم گرفتی بیا با من حرف بزن. هر وقت آروم شدی با این لحن صدا تو فعلا ناراحتی، هنوز داره احساسات حرف بزنی، یاد بگی احساسات رو کنترل کنی. و اینطوری ما نمونه میدیم به بچه‌ام، نه عصبانی شدیم روش، نه روش چیز کردیم. البته در خیلی از موارد میگم ای کاش این چیزا رو خیلی با زودتر میدونستیم، با زودتر اجرا میکنیم. ولی در هر حال تو فارسی میگیم ماهی رو از هر وقت از آب بگیری تازه است و اشتباهات ما رو خدا کمک میکنه جبران کنیم. اتفاقا صحبتایی که شما میفرمایید خیلی جالبه. الان ما فکر میکنم که نسل خیلی خوشبخته، یا لااقل بچه‌های ما که ایمان آوردیم با این اطلاعات و چیزهایی که میشنویم، کتابایی که میخونیم، معلمینی هستن که در اینو باره صحبت میکنن، چقدر میتونیم به نسل بعدیمون کمک بکنیم. یه جورایی اون پایه، اون بیسیک، اون دیفولتی که شما گفتی توی کامپیوتر هست، ما میتونیم اینو به نسل بعدی، به بچه‌هامون منتقل کنیم. من یادم میاد وقتی دخترم موبایل رو مثلا بعضی موقع کارتون میبینه یا تو آیپدش، بهش میگم آره بازی که اصلا نمیزن، ولی خب فیلم که نگاه میکنه میگم فاصله بده چشم درد نگیره، خسته میشه، ضعیف میشه چشمت. یادم یه بار داشتم خودم تو فیلم میدیدم توی موبایلم، یه دفعه دیدم دوید اومد موبایل منو گرفت، گفت چشم درد میشه بگیر عقب. یعنی قشنگ اون چیزی که بهشون میگه خیلی خوبم پس میدن، به آدمم یاد میدن که باید چطوری رفتار بکنی. بله ما یه چیزی تو کامپیوتر داریم، داده و پردازه، یه چیزی که میدیم همونو برمیگردونه به ما، یه واقعیته. مرسی لوئیز جان، خیلی پربرکت بود این مبحث. حالا بیشتر ادامه خواهیم داد، به قسمت داغ و هیجان انگیزش میرسیم، ولی بعد از یک استراحت کوتاه. عزیزان از پای تلویزیون تکون نخورید، با ما همراه باشید. بعد از یک استراحت کوتاه برمیگردیم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. عزیزان برگشتیم بعد از این استراحت کوتاه. مبحثمون رو با لوئیز عزیز ادامه خواهیم داد. امیدواریم که توی قبل از اینکه بریم به استراحت شما عزیزان برکت گرفته باشید. مبحثمون ادامه میدیم. داشتیم لوئیز در رابطه با کامپیوتر و دیفولت و داده و پردازه صحبت می‌کردیم که هر چیزی که به اون کامپیوتر میدی، همون رو اگه برنامه میدی بهش، میخوای کاری انجام بدی یا یه برنامه دانلود میکنی بعد میخوای کاری انجام بدی، اون داده‌ایه که بهش میدی، اما پردازش خیلی مهمه. که این مثل شبیه خانواده میمونه. هر اون چیزی که توی خانواده انجام میدی، کاری که انجام میدی، حتما نتیجهش رو خواهد. کلام خودم میگه هر چی کاری برداشت میکنی. بله درسته. اتفاقا اصلا این مبحث که ساخت کامپیوتر یکی از اون طرح اصلی که به اصطلاح الهامی که داده به مخترعین در این مورد، این که نمونه از مغز انسان گرفتن. اصلا البته خب مغز انسان بر نمیگرده بگه که من خسته شدم چیز نداره، بی نهایت که در هر حال ما 100% مغز رو، قسمت خودآگاه مغز رو استفاده نیم، همش خیلی خیلی انیشتین تازه 9% استفاده میکنه. بله اینه که تو قسمت خودآگاه، قسمت ناخودآگاه که اتوماتیک مثل ضربان قلب و تنفس و اینا خودش کار خودشو میکنه، کلیه ها، کبد، هیچ ما نقشی نداریم، نمیتونیم کنترلش بکنیم، بگیم حالا اینجا تندتر بزن، اینجا یواشتر، نه چیزی نیست، اون داره کار خودشو، اون 100%. ولی تو قسمت آگاه مغز ما فقط
حد اکثر داریم 9%. شو فکر کن اگه ما هم در قسمت آگاه مغز ما 100% عمل میکردیم چی میشد؟ هیچ میدونید که ایلیای نبی مثلا در عهد عتیق یهویی میگه با از عرابه های اخاب سرعت گرفت، یعنی روح خدا کمرتو ببند میریم به جوری اینو دووند و دوید که از عرابه‌های اخاب جلو زد. یا مثلا میبینیم فیلیپوس در زمان عهد جدید میگه که یهویی در اشدود پیدا شد، روح اینا از اینجا گره. با اینا کسایی هستن که در 100% قسمت آگاه مغز دارن با روح القدس همکاری میکنن و یک سری چیزای مافوق طبیعی در واقع در اون هیته دارن عمل میکنن. هستن افرادی که بیشتر بستا، ولی به حد نصاب تا اینجایی که از نظر عمق تفکر فعلا ما در قرن حاضر میتونیم بگیم یه چیزی حدود 9% داریم که خودش یه خورده ناامید کننده است حقیقتش بخوای، ولی خب هستن افرادی که اون حد نصابه دارن بیشتر. مسئله داده و پردازه شد. ما یه 5 تا قدم اصلی داریم در تعلیم و تربیت که این یک الگوییه برای تربیت افرادی که در یک کاری، در یک چیزی، یه مهارت خاصی انجام بدن. همطور که گفتید داده ها هست، ما ارائه میدیم یه چیزی رو، یک اطلاعاتی رو میدیم، اطلاعات رو میدیم و این اطلاعات طی یک پروسه‌ای تبدیل میشه به محصول. یکیش همین داده هاست که از طریق خواندن، مطالعه، از نظر شنیدن یک کسی، یه معلم چیزی بگه و تماشا کردن. الان یوتیوب که چیزای تعلیمی توش هست. بعد از اون داده ها که اومد مرحله تفکره. ما رو اونا فکر میکنیم و در این فکر کردن در مغز و در دل خودمون سوال و جواب داریم. یه سوالی رو میکنیم و دنبال جواب، در واقع مباحثه میکنیم روی اون. این یه قسمت تفکریه که نسبت به داده ها انجام دادیم. بعد وقتی که تفکر رو انجام دادیم، اگر به نتیجه رسیدیم، جوابی داریم، شروع میکنیم اینو نوشتن. حالا خب بچه‌ها کوچکترن، نوشتن رو یاد نمیگیرن، روش چیز بچه‌ها فرق داره، یه خورده کوتاه‌تره، اما این در مرحله‌ای که خوندن نوشتن یاد میگیرن خیلی تاثیر داره که افکاری رو که اینجا گذشته ازش، یه طرحی آگاهانه با یه چیزی که یک تصویری که اینجا گرفتیم، ما این رو در فکر داریم بتونیم رو کاغذ منتقل کنیم. در واقع نوشتنی که یک نقشه توشه، یه طرحه، اینطوری به اصطلاح توسعه بدیم. دیگه این که بیایم یه دوره‌ای بکنیم، دوباره بازی تفکر دیگه روی این بکنیم، یه بازنگری بکنیم. داده من این بوده، خب من تفکر من به این نتیجه رسید، آیا راه دیگه ای توش هست؟ من یه کتابی سالها پیش، یه چیزی فکر کنم نزدیک 20 سال پیش بود، اینطورا در مورد تعلیم تربیت بچه‌ها بود. اصلا عنوان این مطلب این کتاب این بود که چطور به بچه هامون فکر کردن رو یاد بدیم. حالا این فکر کردن چیه؟ کاری که خدا برای ما انجام میده، ما رو در مقابل انتخاب قرار میده، میگه موت و حیات رو گذاشتم پیشتون، تشویقمون میکنه که حیات رو انتخاب بکنیم تا عمر طولانی بر زمین داشته باشیم. این انتخاب به بچه‌هامون یه چیزی رو که میگیم، حالا این کتاب میگفت تشویق کنید در جملات مثبت این رو بگید. مثلا به بچه راه حل پیدا کردن رو یاد بدیم. خب با تفکر باید باشه. اینو که بهش میدیم، یه راهی رو اگه میاد میگه که خالی خورده فکر کن ببین راه دیگه ای هم به نظر میاد، راههای دیگر رو بتونه پیدا کنه. اگه کمک میخواد میگیم خب بیا اینم امتحان، ما میدونیم یه راه دیگه است، بهش میگیم که خب بیا حالا اینم امتحان، حالا به جای اینکه مثلا بزنی به راست بزن به چپ، یا نمیدونم حالا اینو این مدلی بکش یا اینطوری فکر کن. داریم کمک میکنیم فکر کنه. این فکر کردن در واقع در مرحله بازنگری اون داده ها و تفکر و به اصطلاح نوشتنی هست که توش هست. اون وقت میشه پردازه. وقتی که این پردازه یعنی این کنی که من یاد گرفتم بتونم به یکی دیگه تعلیم بدم، این میشه پردازه. اگه اطلاعاتی رو گرفتم، داده ها رو گرفتم، روش تفکر عمیق کردم، راه های دیگر رو ولی بلد نبودم اینو تعلیم بدم، یه جایی کار ایراد داره. تعلیم زمانی هست که بتونه انجام، مثل قضیه اون بچه یالا گفتنش، این به مرحله پردازه ریخته و داره دقیقا همون کار رو انجام میده. پدر تونسته حتی به یه شکل تصویری، به شکل صدایی اینو منتقل کرده به بچه کوچیک. و بچه‌های بزرگتر این که اینا بتونن خودشون این رو به اصطلاح تعلیم بدن.
یک آیه بسیار جالبی هست در تثنیه 6 که خیلی در مورد کتاب تثنیه میدونید که بازنگری شده 4 کتاب دیگه تورات هست، در واقع یعنی دوباره ثانوی، کلمه ثانیاً، ثانی، این کلمه از اون میاد، یعنی دوباره، دومی، کپی دوم. میگه اوامر مرا که به شما هم میفرمایم اگه نگه داری، میگه تو و فرزندت و فرزند فرزندت در تمامی ایام عمرت به اصطلاح از این بهره مند خواهی شد و عمر طولانی خواهی داشت. یعنی حیات در واقع سلامتی است که خدا به ما میده. و میگه که این سخنانی که من امروز تو را هم میفرمایم بر دل تو باشد، آن را به دقت به فرزندان تعلیم بده، حین نشستنت در خانه، راه رفتنت، خوابیدنت، برخاستنت از اونا گفتگو کن. این گفتگو اون داده ها هست، اون چیزی که خودم یاد گرفتم الان باید بدم به بچه هام. و اینو میگه رو دست خودت بنویس، به علامت ببند، تو چشمات مثل علامت رو چشات باشه، روی اون دقلباب باهوم اسم قدیمی، یه چیزی که در رو باهاش میزنیم، قبلا یه چیز حلقه فلزی بود در رو میزدیم باش. میگه که مثل این رو درت بنویس، رو دروازت. چرا؟ یعنی اینکه یادت باشه کلام خدا، اوامر خدا به یاد تو باشه و اینو به بچت یاد بدی. از هر فرصتی استفاده کن برای یاد دادن درست. باعث برکت هم میشه. میگه اگر که اطاعت کنی برکت میگیری، اگر نااطاعتی کنی لعنت. اصلا تثنیه باب 28 در این مورد قسمت اولش کامل برکاته که خبرهای خوبه اون تو، بعدم برمیگرد. اینا هم میگه اگر اینو انجام بدی کیسات نمیدونم پر میشه و نمیدونم ذخیره گندم و چیزه، در حال برکاته. و بعد اون درست نقطه مقابله. بله این مسئله انتخاب، ما به بچه هامون یاد بدیم که عواقب چیز رو یاد بگیرن، تصمیماتشون رو. یکی از چیزهایی که در تعلیم و تربیت مسئله هست، مخصوصا در بچه‌هایی که زیر 18 ساله، چون اینا هنوز ضربه نمیدونن. 13-14 سالگی تازه بچه‌ها یاد میگیرن که اگر از یه ارتفاع بلند بیفتن پاشون میشکنه، چون اینا هنوز نمیتونن ارتفاع رو تشخیص بدن. یا میبینی که بچه‌ها در سنین تینیجری تا 15 سال کارهای خیلی بیباکانه انجام میدن، مخصوصا اگه 4 تا دوستم اون وسط جمع بشه اینا رو شیر کنن، یکی همیشه اون وسط دلغک جمع هست، همیشه یکی جوکره که به اصطلاح میخواد بقیه رو راضی نه و میخواد ثابت بکنه چون قهرمان پروریه این و این هورمون همش. و این ترسی از ارتفاع نداره، ترسی از این نداره که الان از رو قل خوردم سرم ممکنه به سنگ بخوره، مغزم صدمه ببینه. از اینجور کارهای بیباک انجام میدن و میبینی که نیروی انقلاب، نیروی به اصطلاح تحول ایجاد کردن در جوانانه، برای اینکه هنوز اونطور که باید عواقب رو نمیدونه. اینجاست که پدر مادر و خانواده نقش داره در مورد نحوه تصمیم گیری. اون عاقبت رو ما میگیم، ما میدیم، ولی این که 100% مغز کامل خودش رو در اون مورد یک تجربه تشکیل بده، با انجام عملی یه دور میفته، زخمی میشه، اگر درد نگیره بلند میشه خودش رو تکون میده، احتیاجی نیست. ولی وقتی که درد گرفت یاد میگیره که این افتادن درد تولید میکنه، حق انتخابو بهش میده. واقعا چند روز گذشته بود وقتی با دخترم رفته بودم پارک، نشسته بود روی همین اله کلنگو، هی بالا پایین میرفت، عروسکش هم گذاشته بود اون طرف، هی میرفت بالا. گفتم که اونور سبک‌تره، اگه تو این کارو میکنی دردت میگیره. بعد هی رفت، خندید، بازی کرد، بعد یه محکم اومد پایین، افتاد زمین، دستش درد گرفت، شروع کرد گریه کردن. گفتم که ببین بهت گفتم که این کارو نباید انجام بدی. بله. بعد حالا اون عروسک اگه با کس دیگه ای هم هستی باید مواظبت بکنی، خیلی آروم کاری رو بازی میکنی، خیلی آروم. بعد اونجا خیلی راحت دوست پیدا کرد، بعد دیگه مواظب اون دخترایی که همسن و سالش بودن بود. بله. با اونا آرومتر بره. بعد به زبان انگلیسی من نشسته بودم که داشت به اونا داشت همونی که من بهش توضیح داده بودم داشت به اونا منتقل میکرد. اگه این کارو بکنی دستت میخوره زمین، درد میگیره. داشت همه رو برای اونا توضیح میداد. تو همون مراحل قبل از 15 سالگی اتفاقا توصیه های پدر مادره که نقش زیادی داره، چون اینا هنوز عواقب رو نمیدونه. شما به بچه بگو این داغه، این هنوز تجربه داغی نداره. بهترین چیز اینه که قبل از اینکه بسوزه و آتیش بازی بکنه، اینه که یه خورده مثلا لیوان
نیم گرم چای رو، حالا لزوما هم اینطور نباشه که دست کامل بسوزه، این رو مثلا میگیم این، من بهشون به بچه‌ها میگفتم این تیشه، آتیش رو میگم این تیش چیز میشه، یا حالا هر چیزی که پدر مادر میتونن به اینا تجربه پدر مادره که به عنوان داده میره و این ثبت شده اینجا، خودش نمیتونه بگیره اینو، ما با تجربه این رو و این مسئله انتخاب، مسئله عواقب تصمیم گیری، این چیزا بهترین روش ما به بچه‌هامون یاد بدیم و در شخصیت سازی بچه‌هامون این مسئله تعلیم و تربیت رو جدی بگیریم. تلویزیون بچه‌هامون رو بزرگ نمیکنه، ما نمیتونیم از کسای دیگه به عنوان کمک، در درجه اول ما هستیم و این جدی باید بگیریم نقش خودمون رو. من میگم که اگه تو تلویزیون یا تو برنامه‌ها نگاه میکنن انگار یه کسی رو که نمیشناسیم بچه‌هامون رو میدیم دست اونا دارن بابا ماما میشن، بابا ماما اونا رو دارن تربیتشون میکنن. این توی ایمان ما همینطوریه. اگر ما ایمان آوردیم میگه که ثمره گناه مرگه، ما باید این حق انتخاب داریم که میتونی گناه رو انتخاب کنی، میتونی برکت رو انتخاب کنی. اگر برکت رو انتخاب کردی ثمره‌اش رو میبینی، ولی نمیتونی گناه بکنی و ثمره‌اش رو نبینی. پس این حق انتخاب رو ما داریم که چطور به چه صورت زندگی کنیم و عادتهای خوب رو تو خودمون پرورش بدیم و باعث برکت و نسل بعدمون هم فرزندانمون هم بشیم. عزیزان امیدوارم که برکت گرفته باشید. تا درودی دیگر شما عزیزان رو به دستان خداوندمون میسپارم. بدرود.